فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون سین از تهران پرسیدن که طلای زیادی دارن، از اون استفاده میکنن برای خودشون و قصد سود و منفعتی هم ندارن، آیا زکات بهش تعلق میگیره؟ بنابر نظر و دیدگاه قوی تری که در این زمینه وجود داره، طلا ولو اینکه استفاده بشود یا استفاده نشود، به صورت زیورالات باشد که زن اونها را استفاده بکند یا به صورت خشت باشد که در منزل به اصطلاح ذخیره شده باشد، در هر صورت طلا زکات دارد. و روایات بسیار زیادی و صحیح در این زمینه داریم که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها میگوید من یک روزی علنگوی رو درست کرده بودم، در دستم بود، رسول الله صلی الله علیه و آله اومدند و فرمودند که این چیه؟ گفتم اینو من به خاطر اینکه آرایشی کرده باشم برای شما و زینتی برای شما باشه اینو من در دست کردم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که آیا شما زکاتش رو پرداخت میکنید؟ و اگر زکاتش رو پرداخت نکنید همین برای آتش جهنم است و یعنی برای تو کافی است، یعنی همین آتش جهنم می شود. یا در روایت دیگری هست که رسول الله صلی الله علیه و آله در منزلشون بودند، یک فردی زنی اومد و علنگوی در دست فرزندان و انگشتری بود، رسول الله فرمودند که آیا زکات اینو شما پرداخت میکنید؟ گفتند که نه. گفتند زکاتی که پرداخت نمیکنید تبدیل میشه به آتش جهنم. و اون زن اون طلا رو در آوردن و گفتند که این در راه خدا من اینو صدقه میدم. بنابراین دلایل و دلایل بسیار زیاد دیگری که در این زمینه وجود داره، طلا چه استفاده بشود چه استفاده نشود، و قول راجح در این زمینه و نظر مذهب احناف و بسیاری دیگر از مذاهب و علما این است که چنین طلایی زکات داره. منتها در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه اونم طلایی که از اون استفاده بشه، یعنی در طول سال به اندازه معقولی باشه که معمولا زنها به اون اندازه طلا دارن و از اون استفاده بشه. حضرت امام شافعی در مذهب ایشون این است که چنین طلایی زکات نداره. منتها دلیل قوی تر در این زمینه که وجود داره این است که این زکات داره و مذهب جمهور علما هم این هست.